به نام خدا سلام عرض کنم خدمت دانش آموزای عزیز. بنده محسن قربانی جوان هستم، دبیر ریاضیات و هندسه. بچه های عزیز، تو این ویدیو میخوام قضیه تالس رو با یه مثال ساده بهتون یاد بدم و انشالله بتونید قضیه تالس که بسیار مهم و کاربردی هست توی هندسه دهم و توی سالهای بعدم در پایه های 11 و 12 استفاده میشه کامل یاد بگیرید. بچه اول اینکه فلسفه تالس رو بفهمید. تالس میخواد چی بگه؟ آقای تالس یه دانشمند یونانی بود که 600 سال قبل از میلاد مسیح در یونان به دنیا اومد. ایشون اطلاعات رو در مورد مثلث ها، همه مثلث ها، گفت آقا فرقی نمیکنه چه مثلث هم قائم الزاویه باشه یا مثلث هم مختلف الاضلاع باشه یا مثلث ساقین باشه یا متساوی الاضلاع، اگه بیام یه خطی موازیه با یکی از اضلاع بکشم، در این صورت یه 4 تا پاره خط به وجود میاد بچه‌ها که این پاره خط ها با همدیگه تناسب دارن. یعنی چی بچه‌ها؟ اینطوری یعنی من اگه بیام زل آم رو دقت کنیم دانش آموزای عزیز، زل آم رو خب بچه این زل آم ما دیگه گفت اگه مثلثی باشه به این مدل، من میام یک خط موازی رو کشیده این MN رو موازی BC کشیده. میبینید بچه 4 تا پاره خط به دست اومده، پاره خط AM، پاره خط MC شد 2 پاره خط، این ورم پاره خط AN و پاره خط MB. 4 تا پاره خط به دست اومد. آقای تالس اومد گفت اول رابطه‌شو به صورت جبری می‌نویسم. بچه کلا ما 2 مدل تالس داریم، یعنی تالس جزء به جزء و تالس جزء به کل. تالس جزء به جزء اینجا خدمتتون می‌نویسم، جزء به جزء کی استفاده میشه؟ بچه اگه مثلثی داشتید اضلاع وسط، یعنی الان این رنگ‌های بنفش رو میبینید، اینا رو نخواستن ازتون، برید از تالس جزء به جزء استفاده کنید. اوکی؟ پس الان نگاه کنید، من ایکس هم توی اضلاع کناری دیگه، پس اول به صورت جبری من میام اینو مینویسم، میگم آقا جزء به جزء یعنی AM به روی MC. ببین بچه ها این تیک AM به روی MC، پس همینو مینویسم AM به روی MC AM به روی MC. این ور چی بچه ها؟ AN ببینید جزء به جزء به روی NB، پس AN به روی NB. خب حالا اگه من بیام مقادیرم به جای اینا قرار بدم، ایکس هم راحت میتونم به دست بیارم. خب بریم همین کار رو بکنیم بچه ها. AM من مقدارش چنده بچه ها؟ فلش بزنم. AM مقدارش چنده بچه ها؟ 9. MC مون چقدر بچه ها؟ X. AN مقدارش بازم X سمت راست. MB مقدارش چقدر بچه ها؟ 4. خب یه طرف این وسط این اگه از پایه 8 اینا رو یاد گرفتید بچه، اگه هم یاد نگرفتید الان خدمتتون میگم. یه طرف این وسط 9 ضرب در 4 مساویه x هم ضرب در x. خب بچه 9 ضرب در 4 میشه چند؟ 36. این ورم x ضرب در x میشه x به توان، چون توان این x و یکه پایه ها برابره، میریم توان ها رو هم جمع کنیم، پس میشه x2 به توان 36. خب من بچه x2 نمیخوام، x میخوام، پس از دو طرف باید چی بگیرم؟ از دو طرف جذر بگیرم، یعنی x2 رو ببرم زیر رادیکال، 36 هم ببرم زیر رادیکال. خب پس x2 که بخوام جذر بگیرم میشه x، 36 هم جذرش میشه
خب ایکس من به دست اومد، به همین راحتی من تونستم با این کاری که انجام دادم تالس جز به جز ایکس هم چکار کنم به دست بیارم. خب آقای جوان تالس میگه که آقا جز به جز اینطوری استفاده کردیم ایکس رو به دست آورد، خب ایگرگ رو به چه طریقی به دست بیاریم؟ خب بچه نها کنید هر موقع ذیل های وسط درگیر بود توی مثلث خب با هم موازی هم دیگه، ببینید ذیل این دوتا بنفش ها با هم موازی هم، ان با بی سی چیه؟ موازیه. خب میایم یه جز به کل میزنیم تا ایگرگمون به دست بیاد. خب بریم جز به کل رو خدمتتون اول بگم. خب تالس جز به کل اسمش روشه بچه، جز به کل یعنی چی بچه ها؟ یعنی تیکه AM به روی آسی. پس من میام این تیکایی که اول زدم اینا رو پاک کنم. پس چی بچه ها؟ AM به روی آسی. خب پس همینو می نویسم AM به روی آسی. این ور چی بچه ها؟ این ورم همینطور دیگه AM جزشه کلش چیه بچه ها؟ AB. پس میشه AM به روی AB. خب اگه بیام من مقادیرشون رو به جاشون قرار بدم ایگرگم هم به دست میاد. خب بریم همین کار رو بکنیم بچه ها. بچه ها AM مون چقدره؟ AM مون چنده؟ AM به جاش میذارم نه. بچه آسی میخوام. آسی یعنی کل پاره خط آسی. خب یه تیکش 9 یه تیکش هم ایکسه. ایکس مون هم که شد 6 به اضافه 9 میشه چند؟ میشه 15. پس اینجا رو میذارم چند؟ 15. حالا سمت راست ایکس که 6 شد بچه، ایکس به اضافه 4 یعنی 6 به اضافه 4 میشه چند؟ 10. اوکی. البته 6 به روی اسخای میکنم 6 به روی 10 میشه. سمت راستمون میشه 6 به روی 10 چون آینمون 6 بود دیگه. پس اینجا رو می نویسم 6 به روی 10 6 به روی 10 و اما ذیل پایانی که باید اینجا میگفتم خدمتون اینه بچه. قسمت سوم این پاره خط MN به روی چیه؟ MN به روی BC. خب MN مون بچه مقدارش چقدره؟ 2 وای منهای 1. BC چقدره؟ X به اضافه 2. اگه بردارم من یکی از این تناسب هایی که معلومه با این مجهوله طرفین وسط کنم مقدار ایگرگ هم به دست بده. اینم بهتره بچه بنویسم 8 دیگه. x به اضافه 2 همون میشه 8 چون x میشه 6 و به اضافه 2 بشه چند؟ 8. پس اینجا هم می‌نویسم 8. خب یه طرفین وسطین بکنیم بچه‌ها. کدوم طرفین وسطین کنیم؟ مثلا 6 دهمو با سمت راست دیگه طبیعتاً چون مجهول داریم با این طرفین وسطین کنیم. خب بچه 6 ضرب در 8 میشه 48 مساویه 10 و ضرب در 2 وای منهای 1 میکنیم 2 وای منهای 1. خب این که 48 بچه ها 10 ضرب در 2 وای میشه 20 وای 10 ضرب در منفی 1 هم میشه منفی 10. خب حالا اینو معادلش رو ادامه میدیم حل میکنیم بچه. 10 رو میاریم این بر پس میشه 48 به اضافه 10 چون منفی اون ور معادله بیاریم من میشه مثبت مساوی 20 وای. اوکی. 48 با 10 میشه چند بچه ها؟ 58 مساوی 20 وای شد. پس وای هم میشه 58 20 بچه ها. اوکی. میتونیم به 2 هم ساده کنیم. به 2 هم ساده کنم 58 به 2 میشه 22
9 و 20 به 10 به 2 میشه 10. پس ایگرگ منم به دست اومد. اوکی، اینم از مقدار ایگرگ هم. میبینید که بچه ها بسیار جالب و جذاب قضیه تالس. امیدوارم که با این مثال مفهوم تالس رو یاد گرفته باشید. موفق و مؤید باشید.